بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. یک سوال دادین انشاءالله خدا خواهد درباره صبر کردن انشاءالله، چی در مشکلات ها، چی در مصیبت ها، چی اجر چی مکافات دارد. عزیزان من، الله سبحانه و تعالی در اکثر جای قرآن ما شما را دعوت میکند و صبر کردن، چی در انشاءالله مصیبت، چی در مشکلات ها، چی در دشواری هایی که بر سر انسان می آید، باید که انشاءالله صابر باشد. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 156 57 انشاءالله خدا خواهد چنین توصیه می‌دهد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا ان لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. صدق الله العظیم. الله سبحانه در این آیت میگه الذین، شخصانی که وقتا که بر روی مصیبت میرسد، یگان دشواری میگن که انا لله و انا الیه راجعون. هر آینه ما یعنی از خداییم و به سوی خداوند بازگشت داریم. و این میگه آیت کریمه را انشاءالله خوند، حتی که پیغمبر بزرگ الله سبحانه و تعالی میگه که بگوشو اولئک علیهم صلوات من ربهم. بر این گروه آدم ها البته رحمت الهی است از جانب الله سبحانه و تعالی. و اولئک هم المهتدون. این گروه انسان هایی که انشاءالله صبر میکنن، اینا چی هستن؟ هدایت یافتگان هستن. عزیزان من، کسانی که انشاءالله بالاش مصیبت میآید صبر کند، طاقت کند، انشاءالله الله سبحانه و تعالی چی مکافات این چی است؟ انشاءالله خدا خواهد این گونه شخصان مکافاتش انشاءالله جنت است. عزیزان من، این در حدیث قدسی الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اینی وجهت الی عبدی من العبید مصیبتا فی بدنه او ماله او ولده ثم استقبل ذلك بصبر الجميل استحييت عنه يوم القيامة ان اصب له ميزانا و انشر له. حدیث قدسی الله میگه وقتا که من به سوی بندم یعنی بیام، یعنی اینی وجهتو، یعنی من به سوی بندم نگاه کنم، به سوی بندم یک مصیبت بیارم، انشاءالله خدا خواهد در بدنش، در مالش، در فرزندش انشاءالله، یا که یک بدن خدا خواهد بیمار میشود، این هم یک مصیبت، یا که فرزند وفات میکند، یا که فرزند بیمار میشود، یا که یک مال قیمت بها مونه انشاءالله خدا خواهد یا ماشین میزنیم، یا که یک مال قیمت بها مرده میموند. میگه وقتی که این مصیبت بیاید میگه بندم صبر کنه، ثم استقبله بصبر الجمیل، اگر نه با یک صبر زیبا میگه قبول کند، حتی میگه خدا من ناموس میکنه میگه روز قیامت برای ترازن گناه و ثواب کشیدن. حتی اینکه من میگه ناموس میکنم برای میگه نامه اعمالش کشادن. ببین عزیزان من، کسانی که انشاءالله صابر هستند صبر میکنن انشاءالله خدا خواهد در مصیبت ها خدا خواهد. در دیگر جای کریمه سوره بقره آیت 153 54 الله چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. یک آیت زیبا. عزیزان من ببینید، به آنانی که میگن ایمان آوردین شما یاردم طلب کنین از سوی خدا به نماز و صبر کردن انشاءالله خدا خواهد. این الله مع الصابرین، خدا با همراه صبر کنندگان. عزیزان من، باید که ما شما انشاءالله چیز مصیبت هایی که و حتی که در حدیث گفتن که اگر بندی پتینکه انسان کندم این یک مصیبت، همین دم این لله و انا الیه راجعون میگه تیره بخوند. ببینید این بسیار آیتی خدا خواهد مبارکه، بسیار آیتی انشاءالله خدا خواهد چی است زیبا است که یاردم دی است. ببین خدا میگه که با صبر کردن با نماز خدا خواهد انشاءالله، یعنی نماز در کردن نماز خونیم، در کردن نمازهای نفل خونیم و این مصیبت دور شدن شد از الله سبحانه و تعالی انشاءالله خواهش کنیم. حضرت مولا چی میگن؟ در محبت هر کی او دعوا کند
صد هزاران امتحان بر وی کند. چون بود صادق کشد باری جفا، گر بود کاذب گریزد از بلا. الله سبحانه و تعالی از دنیا آمدن ما و شما از رحم مادر تا دمی از دنیا گذشتن، الله 100,000 ما و شما را امتحانات میکرده. یعنی ما دعوا میکنیم که بنده خدا هستم، امت محمد صلی الله علیه وسلم. اگر در این مصیبت ها صبر کنیم ما صادقه، اگر صبر نکنیم و کوچه با کوچه شکایت کنیم و برای خدا ناراضی کنیم ما دروغگوی هستیم، ما بنده حقیقی خدا نمیشیم. چون که ما 7 چیز ایمان میاریم: والقدر خیری و شری من الله تعالی. هر تقدیر نیکی بعدی از خداست. باید که هر یک چیز خار در پامو خلم باید از خدا بینیم انشاءالله. چی سرا مصیبت بیاد با صبر باشیم، با طاقت باشیم. الله در عوض این مصیبت ها در این دنیا هم انشاءالله خدا از وی بهتر شمیتی است و در آخرت هم انشاءالله مکافاتش است. بهترین چیزی که در حدیث قدسی گفتن کو من حتی که برای ترازو کشیدن این بنده ما گناه ناموس میکنم اگر صبر کنم، حتی نامه اول روز قیامت داده می شود، میخوانی نامه ملتا همین نامه اعماش که شاهدم نگه الله سبحانه و تعالی میگه یعنی من ناموس میکنم. راست گفت خدای بزرگ. حقیقت است عزیزان من، باید که در هر مصیبت ها با صبر و با طاقت باشیم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.